آی مجده، آی دختر خوشگلم، کجا غیبت زدی؟ چرا خبر ندادی؟ دختر قشنگم، دختر خوشگلم، کجا غیبت زده؟ دیگه نمیتونم تحمل کنم، از این خونه میرم. از فقر و بدبختی خسته شدم. فراموشم کنین، فکر کنین مردم. خدا حافظ. مجده اجرا اجرا چیکار میکنی؟ هیچ، داشتم اتاق مجده رو جمع جور میکردم. راستی مجده کجاست؟ نیومده هنوز اینجا نه؟ نمیدونم، الان لابد میاد دیگه. شاید شارژش تموم شده نتونسته زنگ بزنه. ای بابا، ببینم تو داری چیزی رو از من پنهون میکنی؟ نه. میگم ما تو خونه نشستیم قیافه این دختره رو نگاه میکنیم، غافل از این که چه دنیاییه. از این به بعد اگه بخوای با هم تو اون دنیا میگردیم مامان بزرگ. داداش الان فیلم شروع میشه دیگه، بریم. باشه عزیزم بریم. داداش قربونت برم. دختر خوشگلم، تلفن جواب بده، جواب بده، خواهش میکنم تلفن جواب بده، جواب بده، جواب بده. یعنی اینقدر ناراحت بودی؟ یعنی اینقدر ناراحت بودی دختر خوشگل؟ یعنی اینقدر از زندگی راضی نبودی که از خانوادت و عزیزات جدا شدی دختر خوشگل؟ اجران تو کانال 4 آهنگی که دوست داره رو داره پخش میکنه. بودو بیا. همش آهنگایی که دوست داری رو پخش میکنه. ببین چی میگه، همش آهنگای دلخواه توه. هنوز باورم نمیشه. ما پولدار شدیم. بابا گفت زود به همه این چیزا رو نگیم. باشه. ای مامان عزیز، داداش من شارژم تموم شده، اعتبار ندارم.
موبایلت بده به مامان جونم زنگ بزنم. منم شارژ ندارم. هجران کجا غیبت زد؟ دارم میگم آهنگی که دوست داری رو داره پخش میکنه. ده باده بیا زود باش دیگه هجران. وقتی این جریان میراث رو شنیدم اول از همه به فکر بچه ها افتادم. فکر میکردم آیندهشون چی میشه. اگر نه من پول میخوام چیکار تو این سن و سال تا آخر عمرم با تو زندگی میکنه. چه اشکالی داره؟ مهم اینه که من و تو با همین. ولی خب بچه ها هم نعمت های دنیا میخوام بهره مند بشن. الان همشون میتونن یه زندگی خوب داشته باشن. بالاخره دعاها مستجاب شد. خدا رو شکر. خدا رو شکر. هجران ای بابا هجران خوابیدی؟ بی معرفت چرا نگفتی؟ آدم یه خبر میده بعد میخوابه. یادته چند روز پیش یه خوابی دیده بودم. خب تعبیرش خوب شد دیگه، مگه نه ها؟ تا امروز نتونستم یه زندگی خوب بهت بدم، ولی از این به بعد همه چی عوض میشه. با یه کشتی بزرگ از دریا شهر رو تماشا میکنیم. تو هم یه لباس سفید تنت میکنی، یه لباس سفید حریر، موهات هم درست میکنی. خیلی خوشگل میشه هجران. هجران ای بابا هجران خوابیدی؟ هجران چشماتو وا کن. هجران چشماتو وا کن. هجران نفست بند اومده. هجران خانومم. هجران چشماتو وا کن. هجران جون من چشماتو وا کن. هجران تو رو خدا چشماتو وا کن. چشماتو وا کن. هجران چشماتو وا کن. هجران منو تنها نذار. bir demet yasemen آبجی aşkının tek hatırası bir demet yasemen aşkının tek hatırası dinmiyor gönlümü. Hicran yarası. منو ببخش هجران. منو ببخش هجرانم. درسون ننه شگون نداره اینجا نشستی. پاشو
باشو دورت بگردم. نمیشه با مرد که عزیزم. باشو قربونت، باشو دیگه. درست زمانی که میتونستیم این آدم زندگی کنیم افتاد مرد. قسمت این بود دیگه. خدا رحمت کنه بابا تو. هجران یتیم و بیکسم قسمتش این شد دیگه. بابا جیگرم داره میسوزه، دیگرم آتیش گرفته. پاشو، تو مرد این خونه ای عزیزم. میخوای همش بشینی گریه و زاری کنی؟ ببین حالیت از شب همش داره حال مادرش رو میپرسه. هنوز نتونستیم بهش بگیم. پاشو ننه، پاشو یکم به بچه برس. پاشو دورت بگردم. پاشو. باشه آی کیفت آماده کردی؟ مامان چرا هنوز بیدار نشده؟ بهش بگو پاشه دیگه، مدرسم دیر میشه. مامانت دیشب مریض شد، ما بردیمش دکتر، الانم تو بیمارستان. ولی حالش خوب میشه مگه نه؟ آره خوب میشه، چرا که نشه. دقت کردم دیدم امروز خیلی خوشتیپ شدی یا نه؟ همه یه دختره عاشقت میشن به خدا. بیا عزیزکم بیا، اینم ساندویچت. مامانم همیشه توش گوجه فرنگی میذاشت. آخه دورت بگردم نداشتیم. وقتی هم گوجه فرنگی نداشتیم رب میذاشت. حالا ساندویچ درست میکنی آقا نمیپسنده. سیبم هم که نیست امروز. حالا یه امروز سیب نخور دیگه. بیا برو مدرسه، الان معلمت دعوت میکنه. بدو. بگیر عزیزم. بابا میشه وقتی رفتی بیمارستان به جای من مامانو بوس کنی؟ آره پسرم، چرا نمیشه، قربونت داره. حالیت؟ میخواستم قبل اینکه برم سینما بهش زنگ بزنم. ای کاش میزدم، ای کاش نمیگفتم بعدا زنگ میزنم. معذرت میخوام مامان. حال دیروزمون کجا و حال امروزمون کجا؟ از کجا میدونستیم اینطوری میشه؟
آخرین بار دیروز صبح وقتی داشتم از خونه میرفتم دیدمش. خیلی حالم بد بود. پشت سرم گفت به سلامت دخترم، ولی حتی به صورتش نگاه نکردم. کجا گذاشتمش؟ اونو کجا گذاشتم؟ ای وای نیست. مامان نیست. مامان، مامان جون، درو خدا مامان نامه رو نخونده باشی. خوندی اشاره مامان؟ همش تقصیر اون جاییده، همش تقصیر جاییده. خدا لعنتش کنه. داداش میبینن که از الان کاره پولدارا رو میکنی، گل و گیاه و اینا. باز کن در طول سگ. چه خبر پسر پدر مایه دار ها؟ چیکار میکنی؟ بکش کنار عمود اومده. واسه تو نمیدونی چیا خریدم. امشب از بس گوش میخوری نقرس میگیریم. به به عالیه، همه اینجان. از این به بعد با هم یه جا زندگی میکنیم. برنامه های خیلی خوبی دارم. وارد تجارت میشیم، پولمون رو 2 برابر میکنیم. تو بورس اوراق بهادار، لیست اسامی تاجران، لیست سرمایه گذاران مهم، همه جا اسممون رو ثبت میکنیم. پول 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 پولدار میشیم. پول 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 پولدار میشیم. چی شده؟ همچین زانه غم بغل کردین انگار خدایی نکرده کسی مرده. دیروز وقتی داشتم میرفتم همه تو میزدین میرقصیدین. چی شده الان وقتی اسم پولو شنیدین قیافه گرفتین؟ عمو جان، چته؟ مامانو از دست دادیم. چی؟ کی مرده؟ مامان. همه جا رو نگاه کردین؟ شاید رفته بیرون، شاید یکی از اتاقاست، ما شاید خونه همسایه است. عمو کاملا جدی هستیم. دیوونه شدیم پسر. ببین منو، اگه میخواد پول به من ندین احتیاجی نیست فیلم بازی کنین. زن داداشم کجاست؟ من برم باهاش حرف بزنم. راست میگین؟ یعنی واقعا مرده؟ نه، زن داداشم این کاره نمیکنه. اونم درست وقتی که پولدار شدیم ها. یعنی واقعا این کار کرده؟ زن داداش، زن داداش، 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 اینا دارن چی میگن داداش؟ با تو هم داداش جدی؟ یعنی واقعا عمدن میخواین من اذیت کنین؟ داداش
زنداداش هجران کجای زنداداشم؟ زنداداش قایم نشو. زنداداش مامان قلبم اومد تو دهنم. این چه جو شوخیه؟ دغمل میشم و حداقل تو بگو کجاست. بگو دیگه. چی بگم ننه؟ مرده دیگه. مثل این که عمو بهش شوک وارد شده. یعنی اینقدر مامانمو دوست داشت؟ زنداداش واقعا مردی؟ اونم قبل از این که میراثو بگیری؟ داداش چطور شد آخه یوهویی؟ قلبش یه دفعه وایساد. اتفاقی بود دیگه. این شوخیه. چه شوخیه هارون؟ کاش شوخی بود. با چشم خودم دیدم ولی هنوز باورم نمیشه داداش. خدا رحمتش کنه. آمین. ما چقدر بدبخت و بدشانسیم داداش. آدم دلش میخواد به سرنوشت لعنت بده. نه نباید سرنوشت لعنت کرد. الان چه وقت مردن بود آقا داداش؟ داداش کجا داری میری؟ برم به کنانتری و شهرداری خبر بدم. باید کارهای تشییع جنازه رو انجام بدیم. داداش مگه دیوونه شدی؟ بشی چی کار داری میکنی؟ بابا چی کار دارم میکنم؟ ما چی کار میکنم؟ مرده رو کارش نمیشه کرد که. باید بسپاریمش به خاک دیگه. نمیذارم دفنش کنی. زنداداشم نمیتونه جایی بره. نه تو کار خدا دخالت نکن. خب اون دیگه رفت دیگه. اما مثل این که تو واقعا عقلت از دست دادی یا؟ شما هنوز کنه قضیه رو درک نکردی. بس کن دیگه هارون، بس کن. چرا درک نکردیم؟ زن من مرده یا زن تو ها؟ والا همونو بگو. داداش مگه یادت نمیاد وکیل چی گفت؟ میراث مادامو فقط با امضای زنداداشم میتونیم بگیریم. اگه زنداداشم نباشه میراثم نیست. تو میسمی به علک. چی؟ هارون دیگه دماغتون نکشی یا بچه. خوش اومدی قربان. خوش اومدی دختره. من یه کاری باهاتون داشتم. میخواستم که داداش تو رو خدا باشی کارم مگونه نکن. سلام علیکم آلجا جون. خیلی مخلصیم. میخوای اون همه میراث و همراه زنداداشم بفرستی زیر خاک بر سر؟ من زنم مرده. اون وقت داری هم مال و منال حرف میزنی. بلم کن داداش تو رو خدا خل نشو. اگه الان این کارو کنی بعدن خودت هم پشیمون میشی. میخوای اون همه پول همراه زنداداش بفرستی بره؟ به بچه‌ها چجوری میخوای برسی آخه؟ هارون فراموش کن اون پولو. فراموش کن. هجران مرد، میراث هم مرد. تموم شد رفت. مگه میشه میراث بمیره آخه داداش؟ چرا چرت و پرت میگی؟ داداش اگه زنده بشه چه؟ تو روزنامه کلی از این خبر هست داداش. جنازه تو سردخونه پر شده رفته بیرون. سر مرو گنده. شاید زنداداشم اینجوری شد. هارون حرف مفت نزن. بزن برم. داداش شاید دیدی خدا دلش واسه بود سوخت. زنداداش زنده شد. هارون مرده رو نباید منتظر گذاشت هارون. آخه اگه دفنش کنیم پولم میپره. ببین داداش ببین اگه زنداداشو بخواد بسپاریم و سد بشه دیگه باید پولو فراموش کنیم. اون وکیلم دنبال بهونه میگرده. تو رو خدا یه دقیقه وایستا شاید راه حل پیدا کنیم آخه. نمیتونم وایسم هارون.
چاره دیگه ای نداریم، بیچاره شدم. ای خدا. هی 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 آخ داده بیداد. ای خدا بدبخت شدیم. دیدی به پول نمیرسیم. ای چرا اینقدر ما بدبختیم آخه. ای خدا. پس اگه مامانم نباشه میراثم نمیشه. فقط 3 روز وقت داری. در عرض 3 روز باید پولو بیاری. آقا چجوری؟ شنیدم دیروز تو قهوه خونه گفتی ثروت پیدا کردم و پولدار شدم و از اینجور مزخرفات. خدا لعنتت کنه. دارم بهت میگم اگه تو سوراخ موشم بری بازم میگردم و پیدات میکنم. اون وقته که به این حال روزت شک میکنی. فهمیدی؟ فهمیدم. آره فهمیدم. این چه پولیه هارون؟ یه بدهی کوچیک دارم اونو میگفتن داداش. ای بدهی قمار آره؟ نگران نباش داداش، من که نمیتونم بدم. اینا هم منو میگوزن هم تو رو میگوزن. ایشالله که این کارو زودتر بکنن. آخ مامان جا فشار نده. وایسا دختر جون. ای بابا عجب زخم بدی هم هست. چجوری شد آخه؟ دوستای عماد یه ذره با همون مهربونی کردن، فقط همینی کم داشتیم. استغفرالله. این دیگه چه بلایی بود؟ اون تو 1 نفر مرده، اینجام 2 نفر زخمی افتادن. حالا اینم جای شک داره مامان. اونا میتونستن همونجا ما رو بکشن. نه داداش من، مطمئن باش که برای آدم بد هیچ اتفاقی نمیافته. چه حرفیه دیگه؟ اگه آدم به برادرش از این حرفا میزنه. اخ ای کاش منم میکشتن، خیلی خوشحال میشدم. اونطوری نگو داداش. خدا ناراحت میشه. هیچی هم نباشه تو بچه داری داداش. یه آدم با وجدانی مگه نیستی؟ هرچی میکشم از همه وجدان میکشم. تو رو نباید بذارم بیای تو ولی میذارم. داداش نکن دیگه تو رو خدا. فکر میکنی شوخیه؟ اگه همونجا میمردی این بچه ها چی میشدن ها؟ مامانشون که مرده، بابا رو هم کشتن، عموشون هم که رو به موت. دیگه چی میخواد؟ چه اشکالی داره ها؟ منم پیش زنم میمردم. نکنین دیگه بابا، جیگرمو خون کردین، 2تاتون اولادای منین. بس دیگه. پولم که نداریم مامان. بازم یادم افتاد پول از دست دادیم. ای بابا اعصابم خورد شد. راست میگی عمو، منم اعصابم خورد میشه. گند بزنن تو این شانسمون. داداش حداقل با این وکیل حرف بزنیم، شاید یه راهی وجود داشته باشه. نه خیر، حرف نمیزنیم دیگه. حرف نمیزنیم. تو هم پولا رو فراموش کن، تمام شد رفت. خیلی خوب، من میرم دیگه. شر رو کم کن باره دیگه هم نه اینجا. دیگه نمیخوام ریختتو ببینم. مگه نمیگم اونجوری حرف نزن ها؟ ماما اینقدر ازش دفاع نکن دیگه. به حد کافی درد دارم، بیچاره شدم. بس دیگه مامان بزرگ، ول کن. از این به بعد عمو مگه بخوادم نمیتونه بیاد خونمون، چون به زودی هم خونه ای نخواهیم داشت. انگار یادتون رفته. من دیگه دارم میرم. برو چه خیر. بیا بچه ها جان، باباتون عقلش از دست داده. به این راحتی یا به اون همه ثروت داره پشت میکنه. خب آخه کار دیگه ای نمیتونیم بکنیم. به جز مامانم کس دیگه ای نمیتونه پولو بگیره. اگه میشه همچین چیزی بدونه که بپرسیم و تحقیق کنیم. آره خب تحقیق کنیم عمو، مگه راه دیگه ای هم هست؟
راستش نیست. وکیل گفت کسی جز هجران بودک نمیتونه پولو بگیره. اونم که مرد. نمیتونه بمیره. یعنی میتونه، ولی شما مواظب باباتون باشین تا مرگ مامانتونو به کلانتری و شهرداری و اینا خبر نده. یعنی چی؟ همینی که گفتم، یه مدت مرگشو پنهون نگر میداریم. منم برم از دهن این وکیل حرف بکشم ببینم راه دیگه هست که نه. یعنی چی؟ با جنازه مامانم تو خونه زندگی کنم؟ راست میگه. اگه حالیت از مدرسه اومده خواست بره تو اتاق چی کار کنی؟ شما یواشکی به مامانم بگین، اون یه جورایی حلش میکنه. گرفتی چی میگم؟ برو یه پیرن واسه من بیار، تو هم بدو لوازم آرایش بیار تا این کبودیایی رو صورتمو بپوشونم. برید دیگه. خیلی خوب. آقا هارون قرار بود امروز با هجران خانم بیاین. تصمیمتون رو عوض کردین؟ نه هیچی عوض نشده. فقط متاسفانه زنداداشم یکم مریض حاله. احتمالاً اونم از هیجانه. منم گفتم تا اون حالش یکم بهتر شه خودم بیام و کارای رسمی رو با هم انجام بدیم. کاملا نفهمیدم آقا هارون. این داستان امضا رو میگم. اگه به جای داداشم امضا کنه و اینا نمیشه نه؟ بفرمایید خواهش میکنم. آقا هارون، یعنی الان شما به من پیشنهاد میدید که به جای هجران خانم داداشتون امضا بکنه، درسته؟ تو همین مایا بالاخره همسرشه دیگه. مهم اینه که کار عقب نیفته. یاره بین ما که اینجور چیزا مهم نیست، درسته؟ درسته. فقط باید روشن و واضح بهتون بگم که من در مورد مسائل قانونی خیلی حساسم آقا هارون. همه چی باید دقیقاً مطابق قانون و همونطوری که مادام خواسته بودن انجام بشه. یعنی میگی نمیشه دیگه؟ باشه فهمیدم. خوبه. آقا هارون، نکنه شما بدون اطلاع هجران خانم برنامه دیگه ای دارین؟ مثلا اینکه همراه داداشتون پولا رو بالا بکشین و از این حرفا. نه اصلا نه بابا. نه آخه من تا حالا اینجور چیزا رو زیاد دیدم. در ضمن اینم بهتون بگم که اگر در طول انتقال میراث کوچکترین اشتباهی داشته باشید، میراث به خیریه بخشیده میشه. تو این کار وراثت وکالت وجود نداره. یعنی یا با زنداداشم یا هیچی. دقیقاً. در ضمن فکر نکنم نیازی باشه یادآوری کنم که حواسم بهتون. نه بابا، البته مطمئن باشین. پس من برم هرچی آنتی بیوتیک و مسکن و اینا هست به زنداداشم بدم، فردا حالش خوب بشه بیاد اینجا کارا رو انجام بده. نه هجران خانم اذیت نشن. فردا من خودم میام خونه‌شون. شما بیاین؟ اشکالی داره؟ ساعت جان چرا پرسیدین؟ کیک و شیرینی. یعنی برای اینکه ازتون خوب پذیرایی کنیم. نیاز نیست. برنامه من معلوم نیست. باش. بیا ننه، اینو بخور، یه چیز گرم از اون گلوت پایین بره. بخور قربونت، بخور. من وسایل هجرانو برم جمع جور کنم. اینجوری پیش بره انقدر نگاش کنه دیوونه میشه. یه ساعته دارم در میزنم، چرا در باز نمی کنی؟ بازم کتک خوردی؟ از کجا فهمیدی؟ مگه این عینک کتک نیست؟ آره، یه خبر خوب یه خبر بد دارم برات. اول خبر خوبو بده.
پول دار شدیم. وا تو رو خدا جوک نگو. به خدا راست میگم. به زن داداشم میراث رسیده. حرف مفت نزن. مگه پدر مادر داریم که به آبجی ارسی برسه؟ بابا اون مادام که زن داداش اجران ازش پرستاری بیکرد. آره عمرشو داد به شما. هو تو ها ارث اون بخشیده؟ آره دقیقاً. یه عالمه میراث رسیده ازش. هارون اگه بخوای شوخی کنی یا بابا وجدان، من به جز در آوردن پول از گوشم هیچ شوخی با پول نمی کنم. چی شد؟ چرا خوشحال نشدی؟ خب اون خبر بعدم بگو ببینم چی شده؟ مادام زنده شده؟ نه مادامو دفنش کردیم ولی خب خواهرت فوت کرد. مامان بزرگ بابام کو؟ کجا رفت؟ تو خلاه جایی نرفته. رفته دست صورتشو بشوره. منم وقتی دیدم نیست ترسیدم. ببین منو هر لحظه ممکنه بلند شه و بره کلانتری خبر بده. نه مامان بزرگ باید جلوشو بگیریم. از عمومم که هنوز خبری نشده. اون عمو چت نکنه دیگه چیزی نمیخوایم. بیا بابا بیا بشین. بابا تو حالت خوبه؟ من خوب باشم یا نباشم چه فرقی میکنه ها؟ مامان جونتون بی نفس خوابیده توی اتاق خواب. یالا پاشو بریم هر کاری لازمه باید انجام باشه بدیم. بابا جون باشه بشین من انجامش میدم. تو قرصتو خوردی؟ چه قرصی؟ مامان بزرگه قرص بدین به بابام. یه چیزی که آرومش کنه مسکنی چیزی. من حالم خوبه پسرم. عیب نداره پسرم. ننت که بعد تو رو نمیخواد آخه. ببین الکی هم کتک خوردی. والا به خدا اینجوری میافتی کف زمین خدا. باش برو یه لیوان آب بیار. پاشو. باشه. هنوز از عمو خبری نشده؟ الان باهاش حرف زدم. گفت دارم حلش میکنم. گفت مبادا بذارین داداشم ری بره. بابا باز میخواست بره. میگه من تصمیم خودمو گرفتم. عمو گفت بگو حتما نگهش دارن. گفتنش آسونه. نمیتونیم که دست و پاشو ببندیم. همه آرزوهامون با خاک یکسان میشه داداش. موتورسیکلت تو، لباسای قشنگ. میخواستم کارمم ول کنم. میخواستم به همه اونایی که منو آدم حساب نمی کردم بگم حالا ببینید منو. دیگه دوران بیکاری و علافی تمام میشه. یه کار خوب واسه خودم شروع میکردم. یه موتورسیکلت قشنگ. شایدم یه ماشین قرمز خوشگل. از این دیسکو به اون دیسکو. آخ آخ آخ. عمرمون داره با قبطه خوردن به زندگی این و اون میگذره. درست وقتی که میگفتیم شانس برمون خندید. حتی آرزو هم دیگه واسه ما حرومه. دقت کردی؟ دفعه اولی که من و تو با هم دیگه موافقی. آره میبینی تو رو خدا. پول حتی اسمشم به آدم آرامش میده. میدونستم. من حسش کرده بودم. دیشب حس بدی تو دلم بود. گفتم اتفاق بدی افتاده. ولی آدم به فکرشم نمیرسه. گفتم حتما خیال برم داشته. 15 سال. 2 خواهری که 15 سال از هم جدا بودن. آخرین باری که بغلش میکردم، اگه میدونستم محکمتر بغلش میکردم. یه بار دیگه بوش میکردم.
همیشه اینطوری میشه، همیشه. آدم وقتی فکر میکنه خیلی وقت داره، عزیزاش یکی یکی میذارن و میرن تو آسمونه. و فقط یه روشنی پشت سرشون جا میذارن. من الان چی کار باید بکنم؟ خیلی ناراحتم هارون، خیلی ناراحت.